بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان درس امروز ما حرف اضافه یا پرپوزیشن می باشد. حرف اضافه یا هم پرپوزیشن چی است؟ پرپوزیشن کلمه ای است که رابطه یک اسم یا ضمیر را با بخش دیگری از جمله نشان می دهد. معمولا رابطه مکان را، زمان را یا جهت یا هم حالت را بر ما نشان می دهد. به طور مثال the book is on the table. کتاب روی میز هست. کلمه آن نشان می دهد که کتاب در چه موقعیت قرار دارد. خب در سر میز گفتیم قرار دارد. The book is on the table. The book is on the table. The doll is under the desk. The doll is under the desk. گودی در زیر میز هست. The ball is in the box. The ball is in the box. توپ در داخل باکس است. خب اینایی رو که سرخ کردیم آن، اندر، ان، اینا چی هستن؟ پروپوزیشن یا هم اون حرف اضافه هستن. حرف اضافه مکان یا هم پلیس چه کار میکنه؟ مکان چیزی رو برای ما نشان میدهد. پروپوزیشن هایی که اینجا وجود دارد ارتباط به پلیس هست یا هم ارتباط به جای دارد. ان در داخل، آن در روی، هم در سر، اندر در زیر، بیهایند در عقب، نیر در نزدیک معنا میدهد. مثال هایشان The pen is in the bag. قلم در داخل بیگ است. The pen is in the bag. The pen is in the bag. The phone is on the desk. The phone is on the desk. تلفون در سر میز است. The cat is under the chair. The cat is under the chair. پشک در زیر میز هست. The car is behind the house. The car is behind the house. موتر در عقب خانه است. The school is near my home. The school is near my home. مکتب در نزدیک خانه است. دو حرف اضافه زمان یا هم تایم زمان را برای ما نشان می‌دهد. پرپوزیشن های تایم یا هم زمان عبارت از at, on, in هستند. اینا هم در معنا می‌دهد. at برای ساعت های دقیق استفاده می شود. به طور مثال at 7 pm ساعت 7 شام. on در روزها استفاده می شود. on Monday, on Friday در روز دوشنبه، در روز جمعه و غیره. این هم برای ماه‌ها، سال‌ها و فصل‌ها استفاده می شود. in 2026 در سال 2026. in spring در فصل بهار. in May در ماه می که فعلا ما قرار داریم. مثال هایش میخوانیم. I wake up at 6 am. I wake up at 6 am. من ساعت 6 صبح بیدار میشم. We study on Friday. We study on Friday. ما در روز جمعه مطالعه میکنیم. He was born in 2000. He was born in 2000. او در سال 2000 به دنیا آمد. سه حرف اضافه جهت یا هم دایرکشن گفتیم که حرف اضافه جهت و دایرکشن هم نشان میدهد. خب حرف اضافه جهت عبارت از to, into, from هست. to به طرف، into به داخل، from از معنا میده. مثال ها go to school به طرف مکتب رفتن. She walked into school, into the room. She walked into the room. او به داخل اتاق قدم زد. I came from Kabul. I came from Kabul. من از کابل آمدم. نکته مهم بعد از پروپوزیشن معمولا اسم یا ضمیر میاد. on, in, with اینا پروپوزیشن حرف اضافه هستن. بعد اینا اسم آمده. on the table در سر میز. in the room در داخل اتاق. with him همراه با او مرد. حرف اضافه رو یک جا اینجا آوردیم که in در داخل معنا میده. on در بالای معنا میده. near در نزدیک. behind در عقب. under هم در زیر. to به معنا میده. from از. far برای. by توسط. next در پهلوی. with هم همراهی یا با معنا میده. حالا در مثال ها استفاده میکنیم که I am in افغانستان. I am in Afghanistan. من در افغانستان هستم. The notebook is on the table. The notebook is on the table. کتابچه در بالای میز هست. I am near the school. I am near the school. من در نزدیک مکتب هستم. I am from Kabul. I am from Kabul. من از کابل هستم. The dog is under the table. The dog is under the table. سگ در زیر میز هست. I agree with you. I agree with you. من با شما موافق هستم. This is for you. این برای شما است. This is for you. این برای شما است.
خب ما شما SMR فعل to be را خوانده بودیم که در زمان حال SMR است که is است مانامیتا، M هستم، R هستم مانامیتا و گذشته SMR این was were هست. is M گذشتهش was هست و R هم گذشتهش were هست. was were was به معنای بودم بود مانا میدهد، were به معنای بودن بودید و بوده مانا میدهد. حالا در جملات استفاده میکنم و شما در درس‌های قبلی خوانده بودیم که I, you, we, they, he, she اینا از نوع گرامر چی بودن؟ ضمایر بودن یا پروناون بودن، ضمایر فاعلی که ما خوانده بودیم. خب برای I was استفاده میشه، برای you, we, they, were استفاده میشه، برای he, she, it was استفاده میشه. معنایشون I was من بودم، you were شما بودید، we were ما بودیم، they were آنها بودن، he was او مرد بود، she was او زن بود و it was این بود. معمولا برای بیجان استفاده می شود. مثال ها I was hungry من گرسنه بودم گذشته SMR است نه. He was thirsty او تشنه بود. She was kind او مهربان بود. They were smart آنها هوشیار بودند. We were tired ما خسته بودیم. It was beautiful مقبول بود. He was here اومد اینجا بود. I am here من اینجا هستم. من اینجا هستم زمان حال ساده ایش هست. در گذشتهش اگر بگویم میگیم I was here من در اینجا بودم. خب he was happy اومد خوشحال بود. We were thirsty ما تشنه بودیم. We were thirsty. They were poor آنها غریب بودن فقیر بودن. They were poor. You were happy شما خوشحال بودید. I was in Afghanistan من در افغانستان بودم. خب درس حرف اضافه همین قدر بود. لطفا لایک و شیر فراموش نکنین. اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین. تشکر. الله حافظ. الله یارد.